سخن تبریکاتی را به رئیس ستاد برگزاری این همایش یعنی جناب اسلام جان سعیدوف می‌دهیم تا سخنان خود را ارائه بفرمایند. بفرمایید. بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر آخران پیامرسان الهی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بر اصحاب و خاندان پاکشان. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت حاضرین محترم، برادران و خواهران ارجمند، سرول یکایک شما را و در سیمای همه شما ملت تاجیک را، مردم تاجیکستان را با این روز فرخنده، هم به مناسبت 27 سالگرد استقلالیت و هم به مناسبت این روز که در حضور ما و شما یک پیمان به امضا رسید، تبریک و مبارکباد میگویم و اینچنین یکایک شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. واقعا این باعث خوشحالی ماست، باعث سرفرازی ماست که میزبان چنین شخصیت هایی هستیم، میزبان یک گروه مردم مبارز به خاطر آزادی، به خاطر عدالت در کشور که امروز در اینجا جمع شده هستند. این برای ما یک افتخار است، این را یک سرفرازی برای خود میدانیم. اینچنین تشکر جا دارد تشکر کنم از همه شما مهمانان گرامی به خاطر حضورتان و اینچنین از همه نفرانی که طول این 2 هفته در این ستاد زحمت کشیدند و این شرایط را برای ما و شما مهیا کردند. واقعا امروز از همه نگاه یک روز خاطرمان در تاریخ ملت ما و تاریخ تاجیکستان خواهد بود. از یک جانب 27 سالگرد استقلال را جشن میگیریم، از جانب دیگر این امضای پیمان ملی و خصوصا برای مهاجرین لهستان و علل خصوص برای ستاد برگزاری این چهاربینی این روز فراموش نخواهد شد، چون ما مهماندار 2 جشن بودیم، یکی جشن استقلال و دیگر به امضا رسیدن پیمان ملی. بار دیگر یکایک شما را خیر مقدم و خوش آمدید میگوییم و آرزو امید داریم که در سالهای من بعدم خب باز حضور پیدا کنید و چنین جشن چهاربینی های با هم داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از رئیس ستاد برگزاری همایش استقلالیت در ورشوا جناب اسلام جان سعیدوف. واقعا جا دارد تشکر کنیم برای زحمت های زیاد.